یک به عربی میشه واحد، اثنین، ثلاثه یا ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسعه، عشره، 11، 11، 12، 12 تا 12 که یاد بگیری بقیهش آسونه. حالا از 13 تا 19 همون 3 تا 9 خودمونه، فقط آخرش یک تعش میاد. 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. حالا از 20 تا 90 همون 3 تا 10 خودمونه، فقط یک یین آخرش اضافه میکنیم. 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. حالا عدد دو رقمی 45 به عربی چی میشه؟ یه نکته خیلی مهم داره. تو زبان عربی از عدد 21 تا عدد 99 رو عرب‌ها برعکس میگن. مثلا این عدد رو ما تو فارسی میگیم 45، اما عرب‌ها میگن 5 و 40. چجوری؟ اول عدد کوچیکه رو میگن 5، 5، 40 هم که میشد 40، 45. به همین سادگی اگه میخوای اعداد عربی رو تا هزاران یاد بگیری، فقط کافیه کلمه استاد رو برام کامنت کنی.